بیا یه بار برای همیشه ببینیم که تینتای مایع بهترن یا تینتای ژله‌ای. تینت من مارکش اتوده. من عاشق بوشم. اگه یادتون باشه اون بوی آدامس باربی میده. این تینتا رو اگر مستقیم بیاید روی گونه‌تون بزنید یه همچین فاجعه‌ای به وجود میاد که بعد بلند کردنش هم خیلی سخته. پس اول باید به براشتون بزنید، بعد اینجوری میشه. اینو بعد پشت دستتون بگیرید. کثافت کاری زیاد داره ولی خب وقتی بزنید اونقدر دیگه بد نیست. حالا تینت ژله‌ای که برای من از برند شیکلمه. این تینتو هم مستقیم میتونی بزنی روی صورتت و بعدش بلند کنی. همین که میتونی براشتو بزنی بهش و بعدش بیای بزنی رو صورتت. هم پیگمنت کنترل شده تری بهت میده، هم تو فرصت بلند کردن داری. عین این سری یهو نمیره بچسبه به پوستت. چون تینت ژله‌ای اپلیکاتور نداره و بزرگی زدنشون ورز دقیق لب سخت و خیلی وقتا از کادر میزنه بیرون. ولی تینت مایع چون این اپلیکاتور داره خیلی دقیق میتونی بزنیش. ولی خب بس صبر کنی که خوشه، چون اگر خوش نشه اینجوری لباتو بمالی به هم. من که خودم همیشه تینت ژله‌ای رو ترجیح میدم، ولی خب تو کدوم انتخاب میکنی؟